2 سلام به بچه های خوب داخل خونه. به یوتیوب چنل من خیلی خوش اومدید. من محمدم و اینجا داخل کانال من پر از سرگرمی، خنده‌دار، میم ها، ولاگ هم بعضی موقع میذاریم. امروز با هم دیگه اومدیم به از راه دورترین گل هایی که تا حالا توی تاریخ زده شده ریاکشن بریم. البته خیلیاش نیست بچه‌ها، به بزرگی خودتون ببخشید، ولی اینجا توی کستی که ما داریم الان میبینیم گل داریم از 35 متر، 65 متر، 100 متر هم گل داریم بچه. پس با من همراه باشیم تا بریم سراغ این ویدیو. شروع میکنیم با 19 متر زلاتان ابراهیموویچ. زلاتان همیشه ایزی میزنه گلشو. بعدی از فاصله 21 متری تونی کروس. عالی، چه بغل پای. ببین تونی کلا کاراش همینه دیگه، فر میده توپو. بعدی این پسر خیلی باله، فقط اسمش یادم نمیاد. جمعیت همه پا شد. دمت گرم. بعدی تیم محبوبمون چلسی، فقط این یارو نمیشه. چی زدی؟ قشنگ توپ رو پاش نشست بچه ها. بعدی از 27 متری چی زد؟ توپو نگاه اصلا چه فری میگیره، یه جور فر. خود آدم فر میخوره، چه کنم خوشحال میخوره، مجبوری باید خوشحال باشه. بعدی 28 متر فکر کنم جود بلینگام باشه. بله بلینگام گل. بله اینا خوشحالی گل معروفش. بعد خود کروس دست زنه تا حالا 2000 افتاده. اوه خود کروسه. اوه چه زیرتاقی میزنه، پسر. دمت گرم. ایزی خوشحالی میکنه. مسی افسانه کوچک قامت، ایزی چه گلی کرد. اگه میشه گل نکنه. بله کریستیانو رونالدو اینجا داره توضیح میگه نه گل نمیشه، ولی نگاه کن چی میشه. دوپس موشک میزنه. ببین و بله 37 متری گل. مگه میشه گل نشه؟ پسر رونالدو باشی و گل نکنی. نگاه اصلا کارت توپو ببین، خدا وکش میکنی. ببینیم 39 متر یه بازیکن اهل نمیدونم کجا آفساس فکر کنم. هرکی هستی دمت گرم، خدا باورش نمیشه. بعدی هم 41 متر. اوه بچه 41 متر خیلی ها. من گل کنی گل شدنش. بعدی 42 متر. چه کاتی گرفت. مثلا تو این وری بود یا اون وری رفت. بعدی 43 متر. من خوشحالم هست. فکر کنم شانسی زد بیچاره. بعدی 45 متر. بله دروازه خواهد. این فرصت طلب باید باشی دیگه. تو زندگیت هم همین دیگه. بعضی موقع یه فرصت هایی گیرت میاد، باید ازش درست استفاده کنی. بیا این تا فرصتش شد سریع انجام داد خودش. 48 متر شانسی زد تو دور بشه. گلو ببین. فکر کنم کین نه. بله کین. از کین باید همین چیزایی تعاقبش باشه. 49 متر بازی شروع شد تموم شد. دمت گرم. بعدی
51 متر. بله گل. این گلای بالا 51 متر دیگه دروازه‌بان داخل دروازه نیست، چون اگه بود که میگرفت، خب نیست، یا اومده بیرون جلو اومده یا همه رو گرفت کرده جلویه. گل شد. چقدر زود زد بیچاره تا توپو بتونه شوت کنه. خوشم اومد کسافم. بله دوباره فکر کنم کینه. بله بایر مونیخ کین. کین اصلا کلا خوراکش این گلا هست، از موقعیت استفاده میکنه، اما ترسوهاش نیست. بعدی اوه چه فری داد به تو، معلومه رونی توپو دیدی عشق کن قشنگ نگاه، همه از رونی دیگه بعدی همچین نگاه واقعا یه اسطوره بود. با اون عاشق رونیه، اصلا یه جایی داخل منچستر برگردی میزنه. بله از گوشه زمین تیرو زد. واو تیرو زد، دروازه‌بان رو بیجونده نگاه، توپو شوتی تیر خورد. اوه 62 متر فقط زد توپ دور بشه، فقط زد توپ دور بشه. و بله یارو 2 متر قد داره، پشمان گل شد. گل ولی فکر کنم تکنیکی نزد، حالا نمیدونم ولی هرچی بود دمت گرم، خیلی قشنگه. اوه یارو چقدر بلنده. میریم یارو شبیه نازاریاه، نگاه چیز شبیه کارلوسه، بعد شوتاش هم شبیه خودشه. نگاه این کچلی که میمونی رو فاز کارلوس به دست میاره، خب کارلوس نبود. اون دروازه‌بان اونم از این فاصله، یا خدا از این فاصله شوتی رفت چقدر خوش داریم یارو. این بعدی بله این هم میخواد دور کنه توپو، نه این هم موقعیت استفاده کرد، دروازه‌بان تو کورنلی بود، خواست کله بزنه، دروازش خالی که شد زد شوتو. او اکن دیگه قشنگ بیشتر شانس آورد به خدا. الان می‌بینیم 87 متری چجوری گل شدیم. 87 متری غیر ممکن بود پسر، قدیمی هم هست فیلمه. 92 متری بل رفت گل. اصلا ایزی زد، فکر کنم تیم تاتنهام، البته قدیمشه بچه، الان نه، الان عالی. و آخری هم که 96 متر دقیقا بغل دروازه زد رفت تو بر. بیا تمام. خب بچه های خوب